من که اون موقع نبودم، تو بودی. پس بیا دهن باز کن که اون زمان زن بود، زندگی بود، آزادی بود، مرد بود، میهم بود، آبادی بود. دو دستی تحویل کی دادی خاک تو؟ دست دزدا؟ مگر مثل کف دست صاف و صادق نیومد بهت گفت من به شما هشدار میدم؟ اگر امروز آزادی خود را آسان از دست بدهید، باز پس گرفتن آن بسیار دشوار خواهد. مبادا آینده خودتان را به دست کسانی بسپارید که جز تاریکی چیزی نمی‌بینند، زیرا کسانی که قدرت را به نام دین می‌گیرند تحمل شنیدن هیچ صدایی جز صدای خودشان را ندارند. حکومت مذهبی یعنی یک صدا، یک نگاه، یک راه و هر کس جز آن فکر کند دشمن شمرده خواهد شد. این بهشت رو تحویل کی دادی؟ دادی دست حکومتی که خاک تو بده به چین، تن هموطن تو بسپاره به خاک، دریا تو بده به روسیه، جنگل تو هل بده تو دل آتیش. آره؟ مال تو، پول تو بده به حماس، پولی که تو در میاری و بکنه تو موشک، موشکو بده به یمن، ثروت تو بده به کانادا، ناموس تو بده به لبنان. آره؟ بنزین تو بده به ونزوئلا، از جیب تو بنزینو گرون کنه، بدزده، بکنه تو جیب خودش. بابا جانم، کمی التماس تفکر، بیدار شو. الان جلوی بچت که پاره تنته رو نگیر، نگو صداتو ببند، از حق حرف نزن، کلید بر ندار در خونه رو قفل کن روش که صدای حق نباشه. آره فدات بشم، تو باعثش بودی، تو کاری کردی که ما الان تومون بدیم. تو هم با ما باش، صدای ما باش که بتونیم حقمون رو پس بگیریم. خداحافظ.